ضبط شروع شده. اومد. سلام، من امیرحسین یوسفی هستم. اینجا الکترومکانیک. خب همونجوری که از اسم پیداست، ما داخل این کانال قراره در مورد الکترونیک و مکانیک صحبت کنیم. توی قسمت الکترونیک که از اسم مشخصه و توی قسمت مکانیک صحبت کردن ما درباره مکانیک خودرو نیستش. بیشتر اینجا در مورد مکانیک مثلا بخوام به زبان ساده به شما دوستان توضیح بدم، مثل شاسی ربات ها نیاز به یه مکانیکی داره برای حرکت کردن که باید اونا رو رعایت کنیم، یا مثلا طراحی هایی که با کامپیوتر انجام میشه و یا کار با پرینتر سبودی. در قسمت الکترونیک هم ما قرار اینجا آموزش الکترونیک رو به ساده ترین زبان ممکن از پایه شروع کنیم تا حالا طراحی مدار و چاپش و یا برنامه نویسی. امیدوارم که با هم دیگه بتونیم ساعت خوشی رو داشته باشیم. ما را دنبال کنید و فیلم های بعدی رو از دست ندید. ممنون.